ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ аз рӯи асари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон уфуқҳои истиқлол оғоз менамоем. гуфтори 22. ровӣ ализода абдурашид хоҷамқул. боби 5. манфиатҳои миллӣ ва сиёсати хориҷӣ, мақоми тоҷикистон дар ҷаҳони муосир. جمهوری تاجیکستان راهاندازی گسترده دیپلماتیایی همکاری در ساحه آب را در سطح جهانی پیگیری می کند. در دایره این دیپلماتیا و در پیروی از تشبس‌های سازنده مربوط به آب، سال بین المللی آب تازه سال 2003، 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات سالهای 2005-2015، سال بین المللی همکاری در ساحه آب سال 2013 که مورد استقبال جامعه جهانی قرار گرفتند، عملی نمودن ابتکارات تازه در دایره سازمان‌های منطقوی و بین المللی قبل از همه سازمان ملل متحد پیش بینی می شود. هدف از این تشبس‌های مهم تأکید ضرورت همکاری سازنده در حل مسئله‌های مربوط به آب، جهت بقای حیات و رشد استوار انسانیت است. وابسته به این، یکی از هدفهای ما تأمین نقش سازنده کشور در مسئله‌های مربوط به آب در منطقه و در عرصه بین المللی می باشد که هم به منفعت‌های ملی و هم به نفع جامعه جهانی سازگار است. روند با سرعت جهانی شوی مناسبت‌های نزدیک ملت‌ها و دولت‌ها را گسترش بی‌سابقه بخشیده، دسترسی به کامیابی‌های نوین و ارزشمند بشری و بهره برداری از دستاوردهای تفکر سازنده انسانی را برای اهل بشر میسر می‌گرداند. در برابر این، مشکلات مادی و معنوی و اخلاقی بشر نیز خصوصیت گلوبالی کسب کرده، این امر باعث تا رفت افزودن فشار به ساختارها، ارزش‌های ملی، فرهنگی خلق‌ها و انگیزش برخورد تمدن‌ها می‌گردد. برای رسیدن به هدف‌های مذکور دیپلماتیای فرهنگی و بشردوستانه جمهوری تاجیکستان، سیاست خارجی ما باید وظیفه‌های جدی را چون تحکیم پایه‌های شرطنامه‌ای و حقوقی رابطه‌های فرهنگی و بشردوستانه با کشورهای خارجی و سازمان‌های بین المللی و منطقوی، حمایه فعالانه حقوق، منفعت‌ها و اعتبار شهروندان از جمله مهاجران مهنتی جمهوری تاجیکستان در خارج توسط ایجاد زمینه‌های فراگیر حقوقی و توسعه وکالت‌های کنسولی جمهوری تاجیکستان در منطقه‌های اقامت شهروندان کشور در خارج، دستگیری حقوقی و فرهنگی و معرفتی هموطنان برون مرزی در اساس سندهای حقوقی بین المللی و شرطنامه‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان اجرا نماید. به شرافت پیشرفت بی‌سابقه تکنیک و فناوری‌های اطلاعاتی و تلکمونیکاسیونی در دهه دوم عصر 21 مفهوم عنعنوی فاصله فضای و وقت و مکان و زمان کلاً تغییر پذیرفته، زینه نوی تمدن اطلاعاتی تشکل می یابد.
جوهر تمدن اطلاعاتی را انتشار و مبادله بی حد و مرز اطلاعات، رشد وسایط اینترنتی و گسترش علاقه محوروی، کارکرد و پخش اخبار و اطلاعات و ظهور و رشد دیپلماتیای رقمی تشکیل می کند. در این شرایط فضای اطلاعاتی جهانی به صحنه برخورد منفعت‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مرکزهای قدرت دنیای معاصر و وسیله مؤثری فراهم آوردن افکار عامه و سمت دادن آن به نفع دایره‌های معین تبدیل یافته است. در وسعت فضای اطلاعاتی جهانی در برابر تمایل‌های مثبت سازنده که انسان را از نتیجه‌های نوترین فعالیت بشریت آگاه می‌کنند، همچنین روندهای منفی خطرزا برای امنیت اطلاعاتی کشورها از جمله جمهوری تاجیکستان نهفتند. راهاندازی دیپلماتیای اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان بر پایه استفاده گسترده امکانیت‌های فناوری‌های معاصر اطلاعاتی و کمونیکاسیونی صورت می‌گیرد. ما جانبدار تهیه مجموعی معیارهای بین المللی حقوقی و اخلاقی در مورد تأمین امنیت اطلاعاتی و رعایت همه‌جانبه آن معیارها در فضای اطلاعاتی جهانی می باشد. اگر 25 سال سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان و خصوصاً تطبیق سیاست خارجی بسیار سمتی را به طور عمومی جمع‌بست نماییم، می توان گفت که آن در حفظ و تأمین منفعت‌های ملی تاجیکستان سهم جدی گذاشته است. برای روشن‌تر شدن این نکته باید گفت که سیاست خارجی یک کشور نه در حالت نظریوی بلکه در زمینه واقعیت‌های ژئوپلیتیکی منطقه و جهان ارزیابی می شود. از این رو اگر ما این عامل را در نظر گیریم که در چنین فضای مرکب سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه و جهان جمهوری تاجیکستان منفعت‌های ملی خود را اساساً تأمین نموده، مناسبت‌های معتدل بین المللی و ثبات عمومی خود را با موفقیت حفظ کرده است، بی‌شبهه می‌توان گفت که سیاست خارجی کشوری ما یک سیاست خارجی کامیاب بوده است. ما در 25 سال استقلالیت دولتی خود توانستیم با برقرار نمودن مناسبت‌های بسیار جانبه با کشورهای دنیا، سازمان‌های بین المللی و منطقوی، مرحله به مرحله موقع سیاسی خود را در عرصه جهانی مستحکم گردانیم. در این مرحله نچندان طولانی تاریخ معاصر خویش، ما همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی اعتراف گردیده آبرو و اعتبار خود را بالا بردیم، همکاری‌های سودمند را تحکیم و گسترش بخشیدیم و تا امروز با اکثر دولت‌های جهان روابط خوب و منفعت آور را به راه مانده ایم. البته در سالهای آینده تحولات و دگرگونی‌های جدی در فضای ژئوپلیتیکی جهان و خصوصاً در مناسبت قدرت‌های با نفوذ جهانی فضای تطبیق سیاست بسیار سمتی را مرکب‌تر می‌نماید. شدت یافتن اختلاف بین قدرت‌های جهانی به وضعیت عمومی بین المللی تأثیر جدی خود را می‌گذارد که وضعیت منطقه ما نیز از آن استثنا نیست. از این رو
واقعیت‌های نوی بین المللی و گیوسیاسی تقاضا می نمایند که تجربه دوران استقلالیت دولتی به طور جدی آموخته و جمع‌بست گشته، این سیاست با جدیت باز هم بیشتر، با کمال واقع بینی و پرگماتیسم سیاسی ادامه داده شود. در جمع‌بستی مسئله باید گفت که ثمره چنین سیاست را ما در رابطه‌های خارجی گوناگون جنبه کشورمان در عرصه‌های مختلف می‌بینیم. عین زمان تاجیکستان در مجموع با عضویت بیش از 80 سازمان منطقوی و بین المللی و نهاد مالیوی جهانی پذیرفته شده، همراه با دیگر کشورها در حل و فصل مشکلات سیاسی و امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جهان سهم می‌گذارد. در برابر این، ما به زیاده از 350 سند بین المللی به مثل کنونسیا، خارتیه و اعلامیه های بین المللی همراه شده، عهده‌داری های خود را در سمت رسیدن به هدف های جهانی از قبیل رشد اجتماعی، بهبود وضع اقتصادی، حفظ محیط زیست و امثال آنها اجرا می نماییم. ما تا امروز بر اساس پرینسیپ های احترام متقابل، منفعت های مشترک و رعایت حقوق بین المللی با زیاده از 140 کشور دور و نزدیک رابطه های دوستانه و بی‌غرض و همکاری های سودمندی گوناگون جنبه را براه مانده آن را همه جانبه گسترش می دهیم. در این زمینه تاجیکستان با دولت‌های گوناگون جهان بیش از 2000 سند حقوقی را به امضا رسانیده مورد اجرا قرار داده است. با تکیه به سیاست درهای گشاده، دولت ما روش خاصی دیپلماتی خود را دریافت نموده امروز در حل مسائل منطقوی و جهانی فعالانه اشتراک می نماید و در عرصه بین المللی به حیث یک کشوری خواستار تأمین و تحکیم صلح و ثبات سراسری شناخته شده است. همین بود که در آغاز سال 2016 با تشبث دبیر کل سازمان ملل متحد و پرزیدنت بانک جهانی با اشتراک رهبران 10 کشوری عضو سازمان ملل متحد از جمله جمهوری تاجیکستان، پنل سطح بلند عاید به مسئله های آب تأسیس یافته به فعالیت شروع کرد. همزمان با این به مقصد ادامه تلاش های بین المللی در حل و فصل مسئله های مربوط به آب و بهداشت، ما توجه جامعه جهانی را به تشبث نو اعلان کردن 10 ساله بین المللی تحت شعار آب به خاطر رشد استوار جلب نمودیم. باعث خوشنودی است که این اقدام تازه تاجیکستان که در فورم هفتم عمومی جهانی آب ماه اپریل سال 2015 در شهر تگوی جمهوری کره معرفی گردید، مورد دستگیری روسافزون قرار دارد. مطابق قطعنامه مذکور، دوره سالهای 2018-2028 همچون 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار اعلام می شود که آن از 22 مارس سال 2018 شروع شده 22 مارس سال 2028 به انجام می رسد. موافق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هدفهای 10 ساله مسئله های زیرین را فرا می گیرند.
رشد استوار و مدیریت همگرایانه ذخیره‌های آب جهتی رسیدن به هدفهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی، راه اندازی و پیشبری برنامه و لایحه‌های دخلدار، گسترش همکاری در همه سطح‌ها برای مساعدت به تطبیق وظیفه و هدفهای مربوط به ذخیره‌های آب که در سطح بین المللی موافقه شده اند، از جمله هدفهای رشد استوار. غیر از این، قطعنامه اهمیت رشد استفاده عاقلانه آب را با نظرداشت رابطه متقابله ذخیره‌های آب با مواد غذا، انرژتیک و محیط زیست در همه سطح‌ها تاکید می‌کند. ماه ایون سال 2016 با عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد اکاساک انتخاب گردیدن جمهوری تاجیکستان باز یک دلیل واضح و روشن بلند شدن آبرو و اعتبار کشور ما در عرصه جهان می باشد. قابل ذکر است که دولت ما در نهادهای دیگری سازمان ملل متحد مانند کمیسیه مواد مخدر برای سالهای 2014-2017 و کمیسیه مقام زن برای سالهای 2014-2018 عضویت داشته در چهارچوب آنها فعالیت ثمرناک می‌برد. آخر سخن نگاه به فردای درخشان تاجیکستان صاحب استقلال. همین طور در این کتاب برای خواننده عزیز 25 سال پرشرف استقلالیت دولتی امان را صحیفه به صحیفه از پیش نظر گذرانیدیم. دوره مشکل، حساس ولی پر از افتخار و سربلندی و کامیابی. اینک در پایان کتاب باری دیگر از تلاش‌های عظیم و دستاوردهای بی‌نظیر این دوران تاریخی به طور کوتاه نتیجه گیری نموده می‌خواستیم در باب بعضی سمت‌های اساسی مرحله رشد استوار تاجیکستان همچون پیامی ما برای فردای ملت به طور مختصر اظهار نظر نماییم. بعضی اندیشه های اصولی خود را در مورد جمع‌بست 25 سال بابرار دولتداری مستقل ما و نقشه هایمان برای آینده درخشان کشور ما در پیام سالانه خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 22 دکمبر سال 2016 به طور مفصل بیان کرده بودیم. اگر باری دیگر این دوران مشکل و پرشرف را پیش روی آوریم، با باوری تام گفتن ممکن است که با سپری نمودن 4 عصر استقلالیت دولتی اکنون کشور عزیز ما به مرحله نوی رشد وارد گردیده، مردم شریف تاجیکستان به سوی آینده آباد و آسوده با قدم‌های استوار پیش می رود. در این دوره
ما به شرافت زحمت صافدلانه خلق بزرگوارمان در راه تأمین رشد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور به نتیجه های نظررس نائل گردیدیم. امروز با سری بلند می توانیم بگوییم که تمام این کارها را تنها به خاطر تحکیم و استوار نمودن پایه های استقلالیت دولتی امان انجام دادیم. این دوره تاریخی به ما سبق داد که آزادی و استقلالیت برایمان بزرگترین دستاورد و غایه مقدس ملی بوده. باید من بعد نیز تمام تلاش خود را برای حمایت و پایدار و استوار ماندن آن روانه سازیم و این نعمت بزرگ ملتمان را چون گوهرکی چشم حفظ و احتیاط نماییم. طبری در آغاز کتاب گفته شد متاسفانه قریب 10 سال اولی پس از استقلالیت دولتی تمامی کوشش و تلاش‌های حکومت کشورمان برای برقرار کردن حاکمیت کنستیتوسیونی و رکنهای دولتداری پیش از همه اداره مرکزی دولت، مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی به وطن برگردانیدن بیش از 1 میلیون نفر فراریان، برقرارسازی بعد جنگی، تأمین صلح و ثبات و وحدت ملی روانه گردیده. تنها از ابتدای سالهای 2000 ما به مرحله ثبات و رشد وارد شدیم. در این دوره به ما میسر گشت که پیشرفتی با ثبات اقتصادیات و بهتر نمودن سطح زندگی مردم را توسط سرعت بخشیدن کارهای بنیادکاری و سازندگی و تطبیق اصلاحات فراگیر در همه ساحه‌ها تأمین نماییم. تمام ذخیره و امکانیت‌ها و سعی و تلاش خود را به اجرای وظیفه‌های طبق 3 هدف استراتژی ملی پیش بینی شده: تأمین استقلالیت انرژتیکی، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی و حفظ امنیت آذوقه‌واری سفربر کردیم. مجموع محصولات داخلی هر سال به حساب میانه بیش از 7% افزوده تا 4 برابر زیاد شد. تنها در 15 سال اخیر درآمد بودجه دولتی از 300 میلیون سامانی تا 18 میلیارد سامانی زیاد گردیده. درآمد اهالی 25 برابر و پسندازها بیش از 85 برابر افزایش یافتند. طبق معلومات آماری سال 2016 هم درآمد پولی اهالی 27.2 میلیارد سامانی را تشکیل کرد که نسبت به سال 2015 هم 8.1% زیاد می باشد. مزد میانه مهنت در 20 سال اخیر 60 برابر و اندازه میانه نفقه 85 برابر افزود. همه این باعث 3 برابر پس شدن سطح کمبزاعتی گردید. در دوران استقلالیت دولتی اهالی کشورمان همه ساله 2.5% افزایش یافته 1.6 برابر زیاد شد. یعنی از 5.5 میلیون به 8 میلیون و 700 هزار نفر رسید، ولی در برابر این سطح و صفت زندگی مردم خیلی بهتر گردیده. دراز عمری میانه شهروندان تا 73.5 سال بالا رفت. برای رشد ساحه‌های انرژتیک، صنعت، ساختمان، علاقه، انفراساختار، معارف و تندرستی و دیگر بخش‌های اجتماعی 88 میلیارد سامانی روانه گردید. در این دوره با ما میسر شد که در سمت تأمین استقلالیت انرژتیکی
با مبلغ گذاری 36 میلیارد سامانی انشاءات خرد و بزرگ مهم را آید به استحصال و انتقال برق ساخته به استفاده دهیم. از جمله نظام یگانه انرژتیکی کشور بنیاد گردیده زیاده از 1300 میگاوات اقتدارهای نو به کار انداخته شدند. قابل ذکر است که طبق ارزیابی سازمان‌های بین المللی مالیوی، جمهوری تاجیکستان از روی فایز استحصال انرژی سبز یعنی نیروی از جهت اکولوژی تازه به قطار 6 کشوری پیشرفت سیاره شامل گردیده. امروز استحصال این نوع انرژی در کشور ما 98% را تشکیل می دهد. این سهم کشورمان در پیشگیری کردن عاقبت‌های خراب آوری گرمشوی اقلیم و تطبیق چاره‌بینی‌های اکولوژی در سطح منطقه و جهان می باشد. در 25 سال استقلالیت دولتی با جلب سرمایه داخلی و خارجی در جمهوری تاجیکستان هزاران کارخانه و کارگاه‌های خرد و بزرگ صنعتی بنیاد گردیدند که آنها در ساحه‌های استخراج و کارکرد معدن، انگشت، صناعت سبک و کیمیا، ماشین سازی، کارکرد فلزات قیمت‌بها و رنگه، مصالح ساختمان و صناعت خوراکواری فعالیت می نماید. شما گفتار 22 را از روی اثر افقهای استقلال پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.